در همین شب و روز که در شهر و نواحی مملکت بخصوص ولایت ختلان روندی جمع‌آوری خوراک چروا جریان دارد، کشاورزان و خواجگیداران ناحیه بخش نیز در این سمت تدبیرهای ضروری را روی کار گرفته ایستادند. طبق اطلاع مسئولین، دورنمای ذخیره خوراک چروا در ناحیه بیش از 40,000 تن را در بر گرفته تا این جانب 32,000 تن خوراک درشت چروا جمع‌آوری و ذخیره کردند که قسم زیادی اجرایش نقشه را تشکیل می‌دهد. از اول فصل بهار سر کرده و اهالی و جمع‌آوری و ذخیره نمودن خوراک چروا شروع میکنند. همه علف‌هایی که در تپه‌ها، کنار راه‌ها و زمین‌های بین باغ‌ها، زمین‌های کرم آبی که پرورش می‌یابد درو و ذخیره کرده می‌شود. شرایط باد و هوا موافق است برای جمع‌آوری و ذخیره نمودن خوراک چروا. در ناحیه سیتا برای نگاهبینی حیوان کلان شاخدار و زیاده از 32 تا کشرها هست که علاقه در این برای زمستان گذرانی تیاری خود را دیده ایستادند. تعمیر و بضررگردانی ادامه دارد. تکنیکی برای درو نمودن این نسخه بسنده است. هم برای درو هم برای کشانده برده خواباندن بسنده است. اهالی هم برای فربه و سالم برآوردن چربای خود از اول فصل بهار آماده هستند. ذخیره میکنند خوراکی چربا را. طبری مشاهده کرده شد، کشاورزان و خواجگیداران ناحیه با استفاده از راه و اصولهای منفعت بخش کاری خواجگیداری و امکانات موجوده همزمان به کار بردن تکنیک‌های معاصر ساحه به جمع‌آوری و ذخیره خوراک چروا از جمله بیده، تربیده و کاه گندم مشغول بوده. مقصد دارند هرچی زودتر از اجرای دورنمای معین گردیده بر زیاد برآیند. فیلیال جمعیتی دارای مسئولیت محدود دیار ناحیه از پیشقدمترین خواجگی‌ها به حساب رفته در رشد ساحه چرواپروری و تامین ساکنان با محصولات گوشتی و شیری سهمی نظر است دارد. سرشماری چروا در جمعیت مذکور 872 سر را تشکیل داده. مسئولین جهت تامین خوراک درشت و به مشکلی سپری نمودن زمستانی در پیش ایستاده چاره‌های ضروری اندیشیده به جمع‌آوری و کارکرد بیده و تربیده سرگرم می‌باشند و تا به امروز توانستند به مقدار 1500 تن خوراک درشت و شیرداری چروا ذخیره نمایند. ما در خواجگی زودپروری دریای ناحیه وش قرار داریم. در اینجا رفت درو یونچقه درو چهارم ادامه دارد. در این خواجگی اساساً حیوان کلان شاخداری ذات شوید زیبومانند پرورش کرده می شود. همه ساله ذخیره خوراک چروا در این خواجگی بسنده است. در اینجا هم خواباندن تربیده، هم نمود کو، هم تویبند ذخیره کرده می شود. طبر متخصصان ساحه ابراز داشتند یکی از عامل‌های اساسی زیاد نمودن سرشماری چروا و بلند برداشتن محصولناکی آن این ذخیره کافی خوراک‌های گوناگون غذاناک محسوب می‌گردد. از این رو کشاورزان و خواجگیداران ناحیه وخش نیز تلاش نموده ایستادند که در این موسم هرچی بیشتر ذخیره درشت خوراک گوناگون چروا را به راه مانند تا در فصل سرما با دشواری‌ها مواجه نگردند. گزارش شغلای احمد خان طالب جان سیفوف بر برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه وخش.